و اما طی هفته‌های گذشته روح الله زم بارها به دپوی مبلغ زیادی دلار از کشور اشاره کرده و گفته بود این پولها توسط سپاه در یکی از فرودگاه‌های کشور محافظت می‌شود و قرار است در فردای پس از کودتا علیه روحانی مورد استفاده قرار گیرد. امروز روح الله زم برای نخستین بار اسناد این پولها را در برنامه آخر هفته منتشر می‌کند. روح الله، خودت بگو قضیه این پولها چیه و کجا نگهداری میشه؟ ببین، این پولا رو بخشش پول نفت بوده، بخش زیادیش پول نفت کشوره که توی یه هلدینگی که این هلدینگ یعنی مال سپاهه توی یه کشور همسایه ایران نگهداری میشده. اسم هلدینگ رو من اینجا میگم، توی ترکمنستان بوده. این پولا تو ترکمنستان بوده که منتقل میشه ایران. اینترنشنال اینوستمنت هلدینگ که به نام اختصاری MZN. 400 تا پالت 100 میلیون دلاری که میشه 40 میلیارد دلار از مدت زیادیه که داره توی فرودگاه پیام نگهداری میشه. فرودگاه پیام مرکز، یعنی یکی از مبادی قاچاق کالا توسط سپاهه و پولشویی. این 40 میلیاردو قرار بود که بعد از کودتایی که سپاه قرار بود بکنه علیه دولت روحانی، بعد تزریق کنن به بازار. منم بارها گفته بودم که اینا میخوان این پولو تزریق بکنن به بازار، بگن ببین ما خوبیم، ما چقدر مثلا تونستیم کشور آروم بکنیم، این تکنوکرات ها نتونستن، کسایی که خواهان مبارزه با آمریکا مذاکره با آمریکا بودن نتونستن وضع کشور رو درست بکنن و ما با مدیریت جهادی و انقلابی وضعیت مردم رو درست کردیم. خب این شعاری بود که قرار بود بدن و تو رسانه هاشون تبلیغ بکنن. بعد از اینکه ما اطلاع رسانی کردیم راجع به کودتا و الان خود اون سران سه قوه حالا میخوان بیان قدرت رو بگیرن و سپاه رو اومدن ضعیف کردن و تحت کنترل قرارش دادن، حالا سپاه این پول رو تزریق نمیکنه به بازار و میگه این 40 میلیاردی که دست منه و من دارم ازش توی سوله، بذاریم بگم کجا داره نگهداری میشه، توی یه سری سوله هاست که دارن نگهداری میکنن. اینا مدارک SKR رو، بعد مدارک خزانه و که اون مال بانک مرکزی ترکمنستان فکر میکنم خزانه، توی یه جای شبیه زاغه مهمات اونجا رو دپو کردن که خود حفاظت سپاه هم داره ازشون مراقبت میکنه. بله. و الان بیمه هم شده، بدون بازرسی از محموله بیمه کردن. خب حرفشون این بوده که اگه کشور شلوغ شد، مردم ریختن، این قیام دیماه شد و این اتفاقات افتاد، که این پول از همینجا خارج میکنیم از ایران. اگر نشد نگه میداریم که سپاه باجشو بگیره از دولت، سپاه رانتاشو امتیازاتشو اینا رو از دولت بگیره، یا در فردای کودتا احتمالی این پولا تزریق بشه به بازار. خب الان خود آدمایی که تو سپاه هستن، کادها، درجه دارها، سربازان، اینا همشون حقوق نگرفتن. الان بعد برن خیر فرماندهاشون رو بگیرن. این 40 میلیارد دلاری که نگه داشتید و تزریق نمی‌کنید به بدنه سپاه و نگه داشتید برای باجخواهی سیاسی، تکلیف این پولا چیه الان؟ چرا تزریق نمی‌کنن به بدنه سپاه؟ مثلا سپاه چرا این پولا رو نگه داشته؟ یک کپی از این اسناد رو برای منم فرستادی و یکی از این اسناد در پایین پاش 2 تا امضاست. اینو نشون میدیم، امضای آقای جعفری نامیه مثل این که، و یک آره اینا آدمای خودشونن دیگه، اینا آدمای خودشونن، پولا رو به نام خودشون میکنن. اون ما انقدر از این اسناد و این جعفری جعفری، بله درست، اینا انقدر از این اسناد و مدارک هست از پولای اینان، حتی زیر اسناد هم شماره تلفن داره، یعنی آدرس داره، تلفن داره، بالاش نوشته که فرودگاه پیام اینا کارگو شده، بارگیری شده و اسکیاراش هستش. خب الان سپاه باید بیاد جواب بده این پولا رو برای چی نگه داشته، وضع بازار کشور چرا اینجوریه و چرا این پولا تزریق نمیشه تو بازار؟ مگه اینا پولای نفت مردم نیست؟ سپاه اومده برده با اجازه دولت وقت، دولت احمدی نژاد خب مجوز میداد، به احمدی مقدم هم مجوز داده بودن پلیس که شما بیا برو تو تحریم نفت بفروش.
نفت کشور رو بفروش و حالا هزینه‌ش رو بردار، یه بخشش هم برگردون به خزانه دولت. احمدی مقدم هم برنگردون، کل پولو بالا کشید و بعد دادگاه الان محکومیت داده و 2 تا هم معاوناش هم همین الان تو زندانن، خودش هم انفصال از خدمت خورده. این مجوز به سپاه هم داده. این پولا زمان تحریم، زمانی که کشور دولت احمدی نژاد تحریم بوده، مجوز دادن به سپاه نفت بفروشه. چرا پولشو برنگردونده به دولت؟ چرا پولشو تو خزانه واریز نکرده؟ چرا نگه داشته داره باج خواهی میکنه؟ چرا داره تو وضعیت بازار و ارز کشور داره با مردم بازی میکنه، با زندگی میلیون ها ایرانی داره بازی میکنه؟ و اینا سوالاییه که بعد جواب بدن اینا و مردم باید مطالبه بکنن، بدونن که کشور پول داره، پولها نگهداری شده جاهای مختلف. این سند یکیشه که من منتشر کردم، سند 10 تای دیگه‌ش هم دارم که به زمان خودش منتشر میکنم و اینها باید بیان مردم همین الان برن تو فرودگاه پیام، کل تهران بریزه فرودگاه پیام رو تسخیر بکنه، 40 میلیارد دلار مردم کاسبن. یعنی این پول اگه تقسیم بکنیم بر تعداد افراد، تعداد نفرات هر ایرانی، خیلی پول میشه. برای هر نفر فکر میکنم نمیدونم با میلیون ها تومان اختصاص داده میشه، یعنی میرسه. خب اینا دارن با زندگی مردم، با جون مردم دارن بازی سیاسی خودشونو میکنن برای سهم قدرتشون. پس اینا وطن فروشن، اینا آدمایی هستن که کشور خودشونو، مردم خودشونو دارن میفروشن. ما که میایم این اسناد رو منتشر میکنیم، بعد ماها رو متهم میکنن به وطن فروشی. بنده امین فردین و همراه تیمم اینکه علا برکت الله، ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومان؟ سلام جام جهانی. متهمان خانواده بنیتا کشف تولدی که ناتمام و جعبه سیاه کشتی را برنامه اینترنتی پشت پرده. برای تیم پشت پرده نه اصلاح طلب مهم هستش و نه اصولگرا، ما به بالهای سیاسی اصلا اهمیت نمیدیم. پشت پرده. بنده امین فردین و همراه تیمم اینکه علا برکت الله، ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومان؟ سلام جام جهانی. متهمان خانواده بنیتا کشف تولدی که ناتمام و جعبه سیاه کشتی را برنامه اینترنتی پشت پرده. برای تیم پشت پرده نه اصلاح طلب مهم هستش و نه اصولگرا، ما به بالهای سیاسی اصلا اهمیت نمیدیم. پشت پرده. بنده امین فردین و همراه تیمم اینکه علا برکت الله، ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومان؟ سلام جام جهانی. متهمان خانواده بنیتا کشف تولدی که ناتمام و جعبه سیاه کشتی را برنامه اینترنتی پشت پرده. برای تیم پشت پرده نه اصلاح طلب مهم هستش و نه اصولگرا، ما به بالهای سیاسی اصلا اهمیت نمیدیم. پشت پرده. بنده امین فردین و همراه تیمم اینکه علا برکت الله، ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومان؟ سلام جام جهانی. متهمان خانواده بنیتا کشف تولدی که ناتمام و جعبه سیاه کشتی را برنامه اینترنتی پشت پرده. برای تیم پشت پرده نه اصلاح طلب مهم هستش و نه اصولگرا، ما به بالهای سیاسی اصلا اهمیت نمیدیم. پشت پرده. بنده امین فردین و همراه تیمم اینکه علا برکت الله، ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومان؟ سلام جام جهانی. متهمان خانواده بنیتا کشف تولدی که ناتمام و جعبه سیاه کشتی را برنامه اینترنتی پشت پرده. برای تیم پشت پرده نه اصلاح طلب مهم هستش و نه اصولگرا، ما به بالهای سیاسی اصلا اهمیت نمیدیم. پشت پرده. بنده امین فردین و همراه تیمم
اینکه علا برکت الله، ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومن؟ سلام جام جهانی. متهمان خانواده بنیتا کشف تولدی که ناتمام. جعبه سیاه کشتی را برنامه اینترنتی پشت پرده. برای تیم پشت پرده نه اصلاح طلب مهم هستش و نه اصولگرا، ما به بالهای سیاسی اصلا اهمیت نمیدیم.